46 کشتار وحشیانه را ارتش اشغالگر اسرائیل تنها در دوام 48 ساعت اخیر انجام داد. در نتیجه این قتل و کشتارها زیاده از 300 نفر به هلاکت رسیدند و صدها ساکنان آسایشته منطقه های مختلف غزه فلسطین جراحت برداشتند. این پسر بچه 10 ساله فلسطینی با نام زین برادر مجروحش را به دست گرفته خواهر خرده مجروحش را تسلی می‌دهد که پس از ضربه های نیروهای اشغالگر اسرائیلی جراحت های وزنین برداشته است و نمی‌تواند از جایش برخیزد. صبح دیروز 63 فلسطینی کشته شدند، از جمله 28 نفری که در انتظار کمک بشردوستانه بودند. این مرد فلسطینی در حالت ناامیدی ناله و فغان کرده میگوید: ما بهتر است که خاک بخوریم. برای ما الله کافی است و او بهترین محافظی ماست. بهترین جوانان ما کشته میشوند. ما بهترین ها را از دست میدهیم. کودکان ما میمیرند. شما از کدام کمک حرف میزنید؟ این چه کمکی است؟ این کمک پر از مرگ است. این خون است، نه بشر دوستی. این خون است و مرگ. کدام کمک؟ ما با یک خلطه به امید کمک گرفتن میرویم، اما در داخل آن مرده برمیگردیم، نه با خوراک بلکه در خلطه جسدها.